فکر کن شهریار قنبری نشسته ترانه‌ای نوشته، اسفندیار منفردزاده اومده روی اون ترانه آهنگ ساخته، فرهاد مهران هم اون آهنگ خونده، بعد انتظار داریم اون آهنگ ماندگار نشه. آهنگ بوی عیدی رو می‌خوایم تو این ویدیو با هم دیگه کار بکنیم. نوتش رو دست‌نویس کردم، عکسش رو توی کانال تلگرام برات گذاشتم. بریم با هم دیگه بزنیمش. درود، من رضام، اینجا کانال یوتیوب منه. میخوایم آهنگ بوی عیدی رو با هم دیگه خیلی ساده مثل همیشه بزنیم. تیکه به تیکه نوتاشو میخونم، برات اجرا میکنم، شعرش هم همون لحظه با هم دیگه میخونیم. کوک سازتو دو سول دو بکن. توی گام دو مینور میخوایم بزنیم. سی بموله، می هم بموله، لا هم بموله. یعنی نوتایی که باشون سر کار داریم ایناست: سول، لا بمول، سی بمول، دو، ره، می بمول. اینجا هم فا و سول خیلی کم گاهی استفاده میشه توی این قطعه، ولی بیشترش رو توی همین محدوده سردسته میزنیم. البته من کوک سازمو یک پرده پایینتر کوک کردم که بتونم راحت بخونم. تو میتونی همون دو سول دو کوک بکنی. نوتشو که برات گذاشتم توی کانال تلگرام گرفتی. بریم شروع کنیم با هم دیگه. ریتم 6 8 تیکه به تیکه با هم دیگه میزنیم. نوشته یه سکوت سیاه نقطه دار که اینا رو همه رو بم میزنیم احتمالاً. بم، دو رسی دو، رسی دو. دو تا دولا چنگایی که از الان تا آخر قطعه میبینی و تو تار یا توی ستار راست چپ میزنی، مهم نیست اصلا. یا اگر سرعتت خیلی پایینه همه رو راست میزنی، خیلی ذهنتو درگیرش نکن. دو رسی دو، رسی دو. بگو بوی عیدی، بوی توپ. هر هجا روی یک نوت. ادامه میدیم. دو رسی، لا، سی، دو. انگوش گذارش هم خیلی ساده است. بوی کاغذ رنگی. البته اینو میتونی این شکلی هم بگیری. یک سه. بوی کاغذ رنگی. خیلی خوشحال میشم اگر ویدیو رو دوست داری همین اول کار لایک رو بزنی. ادامه میدیم. دوره دوره، سی دو سی دو، لا سی لا، لا سی ره دو. بعضی وقتا اگه میبینی با انگشت دومم دارم ره رو سردسته میگیرم، دلیلش اینه که با انگشت اولم دوست دارم آماده باش روی لا بمول و با انگشت سومم آماده باش روی سی بمول باشم. پوزیشن قشنگی این شکلی کارامو میکنم. حالا بعضی وقتا با انگشت یک میگیرم، مهم نیست. یه بار دیگه خط دومو میزنم. ببین دوره دوره، سی دو سی دو، لا سی لا، لا سی ره دو. این خط دو بار قرار تکرار بشه ولی دو تا شعر متفاوت روش خونده میشه. بوی تنده، ماهی دودی، وسط سفره نو، لا سی ره دو. دفعه دوم که ملودی تکرار میشه. حالا میخوام بگیم بوی یاسه، جانماز، ترمه مادر بزرگ روی همین ملودی که خط دوم نوشتیم. یعنی بوی یاسه، جانماز، ترمه مادر بزرگ، دوره دوره، سی دو سی دو، لا سی لا، لا سی ره دو. بریم سراغ جمله معروف و ترجیبندش که توی خط سوم نوشتم. با A و B هم مشخص کردم. از این به بعد تا انتهای قطعه دو سه بار میبینی که نوشتم A خط تیره B. منظورم اینه که اینو دیگه این تکرارش کن، دیگه دوباره نوتشون ننوشتم. خب میزنیم بم، میره می دوره میره. اول بزن، بعد از من هم یه تیکه رو. فا میره دو، با اینا زمستونو سر میکنم. ادامه. میره می دوره میره، فا میره دو. یه
فرق کوچولو فقط تو میزان دوم با هم دیگه دارن. می ره می مشترکه، قبلش گفته بود دو ره می ره، یعنی چنگ سیاه چنگ سیاه. حالا شد می ره می دو ره می ره، یعنی سیاه چنگ چنگ سیاه. همین به خاطر هجابندی های شعره که میگه با اینا خستگی در میکنم دو ره می ره فا می ره دو. اگه دوست داشته باشی میتونید 2 بار اینو تکرارش بکنید. بریم سراغ ادامش. خط چهارم جمله سی رو میخوایم شروع بکنیم، سی تا دی که بعدا قراره یه جای دیگه تکرار بشه اواخر ترانه. بم سول فا می با انگشت سوم اون سول اینجا، با انگشت دوم فا، با انگشت اول می بمول. یه پوزیشن بزرگیه، خودتو معذب نکن، انگشت یکی تو شل کن اگه دوست داشتی. سول فا می فا فا می ره می ره دو. این 3 میزان رو بزنیم. سول فا می فا فا می ره می ره دو. شعر چی میگه؟ شادی شکستن قلک پول. ادامهش نوشته سول فا می فا فا می ره می ره دو ره دو سی لا سی ره دو. عبارت قبلی 3 میزان بود، این عبارت شد 5 میزان. خورده عدم تقارن دارم با هم دیگه، حواست باشه که این مسئله گیجت نکنه. یه خورده بلندتره، 2 میزان بیشتره. ببین به خاطر شعرشه، چون قبلش گفته بود شادی شکستن قلک پول. تمام، 3 میزان تمام شد. حالا میخواد بگه وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد. 5 میزانه این. حواست باشیم طولانی شدنش باعث نشه که گیج بشی و گم کنی. بم سول فا می فا فا می ره می ره دو ره دو سی لا سی ره دو. یعنی وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد. ادامه میدیم که نوشته سی دو ره. دارم راجع به میزان آخر خط پنجم صحبت میکنم. سکوت. سی دو ره. حالا میره تو خط 6 ره ره دو سی دو دو سی لا لا سی ره دو. سی دو ره 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 دو سی دو دو سی لا لا سی ره دو. اینجا یکی از اون مواقعی که من انگشت دوم میتونم ره رو بگیرم، لا سی ره دو. دیگه اینقدر کار خودمو سخت نمیکنم که شعرش میشه بوی اسکناس تا نخورده لا یک کتاب. حواست باشه این جمله که از بخش سی تا دی زدیم، این 2 خط تا نیم 3 خط قراره جلوتر تکرار بشه. حالا موقع اینه که دوباره بگیم با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. بخش A تا B اینجا تکرار شد. حالا میرم سراغ خط بعدی، ادامهش یه جمله ملودی جدید داریم. میرم سراغ خط 7م نوت، یه ملودی جدید داریم. بم سول لا سی دو سی ره دو ره دو می ره دو سی ره دو. و این خط، این 4 میزان قراره یک بار دیگه تکرار بشه با یه شعر دیگه. شعر اولش اینجوری میشه فکر قاشق زدن یه دختر چادر سیاه. خیلی روونه، مثل آب روونه ملودیش. سولا سی دو سی ره دو ره دو می ره دو سی ره دو. فکر قاشق زدن یه دختر چادر
دور سی لا. حالا شعر عوض میشه روی همون ملودی. شوق یک خیز بلند از روی بطهای نور، برق کفش جفت شده تو گنجه ها، دور دوره سی دو سی لا سی ره دو. بعضی نمیشم A خط تیره B. دوباره با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. تمام اوکی. دوباره نمیشم C تا D، یعنی اون ملودی C تا D تکرار میشه، این دفعه با یه شعر جدید. شعر جدیدش چیه؟ عشق یک ستاره ساختن با دولک. بالا گفته بودیم شادی شکستن قلک پول، همون ملودیه، فقط شعرش الان عوض شده. ترس ناتمام گذاشتن جریمه ها یه عید مدرسه. بالا گفته بود وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد. البته بعضی وقتا جای چنگ و سیاه ها به واسطه هجاهای کوتاه و بلند شعر ممکنه عوض بشه. اینجا یه خورده به شعر تکیه کن و با شعر برو. ادامه‌ش هم که میگه بوی گل محمدی که خوش شده لای کتاب، سی دو ره 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 دو سی دو دو سی لا لا سی ره دو. داره هی ملودی برامون مرور میشه. پس به بهانه اینکه شعر عوض شده هی داریم ملودی رو از اول انگار دوره میکنیم. دوباره بخش A تا B تکرار میشه. با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. حالا رسیدیم به EF. EF چیه؟ اول شروع قطعه دو خط اول نوتو نگاه کن که گفته بودیم بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی. یه شعر جدید اینجا روی همون ملودی آورده شد دوباره که میگه بوی باغچه، بوی هوز، عطر خوب نظری، شب جمعه پی فانوس، توی کوچه گم شدن. بالا گفته بودیم بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، حالا شده شب جمعه پی فانوس، توی کوچه گم شدن. همون ملودی خط دوم داریم میزنیم. دوره دوره سی دو لا سی لا لا سی ره دو، توی جوی لاجوردی هوس یه آب تنی. تمام دیگه، واقعا تمام شد الان. با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم.